12 فروردین هست، برای امروز 10 فروردینه و 12 فروردین روز رفراندوم جمهوری اسلامی بود و مردم پای صندوق ها رفتن تا در یک همه‌پرسی شرکت کنند که سیستم حاکم را در ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب شکل بدن مردم. و در این روز پای صندوق رفتند و مردم قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رای دادند که سیستم اسلامی میخواهند، جمهوری از نوع جمهوریت و از نوع اسلامی. جمهوری دموکراتیک داریم، جمهوری های گوناگون هست و این سیستمی را که مردم ایران انتخاب کردن با توجه که اینجا اکثریت مال مسلمانان است، جمهوری اسلامی بود. به امید این که اینجا بالاخره عدالت برقرار بشه، مردم برای همین را دادن. یکی از اون مردم منم که بالاخره ما هم یک رای داشتیم و رای را برای چه دادیم؟ رای در این که اینجا عدالت برقرار می شود، اینجا آزادی است می آید. به امید آزادی آیین سرودهای آزادی را اونجا همه زمزمه می کردند و فردا که بهار آید آزاد و رها هستی. آینه خیلی چیز جالبی بود. استقلال، آزادی، این شعار محوری انقلاب بود. عدالت شعار محوری انقلاب بود. مساوات، برابری، برادری و خیلی شعارهای زیبنده بود و وعده ها و نویدهای خیلی بزرگی همه ما دادیم که یک خیلی بزرگی دارم. اقتصاد که بالاترین یکی از بزرگترین محور هست و اقتصاد چنان ریشه‌ای خواهیم داشت و بزرگی خواهیم داشت که دیگه فقر در کشور نمیماند و تنگ دستی نمیمانه و ثروت‌های مملکت همه به داخل مملکت خرج میشود و انتقادهایی که در گذشته داشتند و گفته مثلا این ممالک بزرگ از امکانات ایران چرا استفاده بکنند، چرا این ملت اینها را استفاده نکنه. و محور دوم که خیلی عظیمه و بزرگ محور سیاست هست و آزادی سیاسی مردم خواهند داشت، انتقاد بکنند، حرف بزنند، به چالش بکشند و آزادی کلام، آزادی بیان و این آزادی ها به هر حال نوید داده شد و مردم او آزادی را در خاطره دارند که در صدر اسلام بوده، در دوران حضرت رسول بوده، در دوران خلفای راشدین بوده، در دوران خصوصا حضرت علی بوده و همون اسلام در خاطر مردم بود. چون مدت‌های مدید بوده که اسلامی به اون صورت در هیچ کشور نبوده، اسلام حاکم نبوده. زمان عمر بن عبدالعزیز که واقعا انسان استثنایی بود، اون کامل توانست که بر سیره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین خودش را تطبیق بده و کشور اسلامی را، ملک اسلامی را. و لحظه گفتن که چیزی که آبا و اجدادشون هم انتظار داشتن همچنان چیزی را به ذهن خود داشتن و مردم خوشحال شدند.